در دل سکوت سنگ و تاریخ صدایی پنهان خوابیده، صدایی که سالهاست منتظر کسی است که گوش کند. میگویند وقتی که ستونها فریاد میزنند و خط و نقش‌ها از پرده خاک بیرون میآیند، راستایی نمایان میشوند که فقط برای چشمای آگاه نوشته شدند. اما آنچه پشت آن پرده است چیزی فراتر از طلا و جواهر است، چیزی که نام کوروش کبیر و عظمت هخامنشی را برای همیشه به یاد آدمیان میآورد. سلام و درود به شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال تاریخ ایران. توی این ویدیو میخوایم به یک سوال تاریخی و پر از رمز و راست پاسخ بدیم. گنجینه گم شده کوروش کبیر کجاست؟ اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه به اینجور ویدیو علاقه دارید کانال ما رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. با ما همراه باشید تا از دل سنگ و نقش تا به گوشه‌های پنهان تاریخ سفر کنیم. جایی که روایت‌ها، باورها و رمزها دست در دست هم گذاشتند تا یکی از بزرگترین معماهای تاریخ ایران را بسازند. کوروش کبیر، کسی که امپراتوری به وسعت جهان آن زمان ساخت، کسی که فراتر از فتح زمین‌ها میراثایی از جنس فرهنگ، قانون و هنر بر جا گذاشت. در همان دوره گنجینه‌هایی بی‌نظیر از طلا، جواهر و آثار هنری جمع آمد. اما یک سوال، آیا همه آنچه کوروش در زندگی گرد آورد چه شد؟ در روایت آمده که پادشاهان بزرگ همراه با خود چیزهای دیگری هم می‌بردند: اسناد، کتیبه‌ها و گنجینه‌های معنوی و دانشی که به نسل بعد سپرده می‌شد. برخی باور دارند که کوروش نیز چیزهایی از این دست را در آرامگاه خود یا در مکان‌های مخفی قرار نموده است، چیزهایی که ارزش آنها فراتر از هر طلا و نقره‌ای بود. این باورها همان جریان تار و پنهانی هستند که سالهاست با نام گنجینه گمشده کوروش کبیر گره خورده‌اند. در دیوارهای تخت جمشید و دیگر بناهای هخامنشی نقش‌ها و تصاویر بسیاری نقش بستند. صحنه‌هایی از تاجگذاری، از آیین‌ها و از سربازان و حیوانات نمادین. در روایت آمده که این نقش‌ها فقط جنبه تزیینی نداشتند، بلکه حامل پیام‌هایی بودند، نشانه‌هایی که تنها چشم آگاه می‌توانست آنها را بخواند، که نمونه‌ای از آنها را در ویدیوهای راز تخت جمشید گفتم. مثلا میگویند در میان آن همه تصویر یک سرباز است که شمشیرش را برعکس گرفته. خیلی رد میشوند و حتی متوجهش هم نمیشوند، اما آنهایی که دقت کنند میفهمند پشت آن تصویر پیامی پنهان است. همین نوع رمزها باعث شده که هر طراح و هر سنگ‌نگار قدمی فراتر بردارد، گویی میخواستند با زبان نقش سرگذشت و رازهای تاریخ را به آیندگان بسپارند. زرها، مجسمه‌ها و شکوهی که فراتر از خیال است. در روایت آمده که اگر گنجینه‌ای مادی بوده، اندازه و شکوهش چیزی بیشتر از آن بوده که ما تصور می‌کنیم و تصور ما را به چالش می‌کشد. برخی باور دارند که خزانه‌هایی پر از زر، یاقوت و مهره‌های نادر وجود داشته. گفته شده که تندیس‌های چند تنی و مجسمه‌هایی که با چهره‌هایی که نور را بازتاب می‌دادند، طوری که از دور به نظر می‌رسید کوهی از نور پیش پای بیننده ایستاده است. برخی باور دارند که وجود اشیایی با کیفیت فوق‌العاده مانند ظروفی با جلای بی‌نظیری و جواهراتی با حکاکی‌های دقیق نشان دهنده مهارت‌های فلزکاری و زرگری بی همتایی بوده که بعدها نظیرش کمتر دیده شده است. در روایت آمده که این اشیا نه تنها ارزش مادی داشتند، بلکه حامل نمادها و پیام‌هایی بودند. پیام‌هایی که به نسل‌های آینده می‌گفتند ای بیابنده، تو با ارزش‌تر از آنی که فکر می‌کنی، اما پیش از هر چیز باید راز را بشناسی. در روایت آمده که معماران و هنرمندان هخامنشی معماران رمزها را در خود بناها جاسازی کردند. ستونها، راهروها و فضاهای باز طوری طراحی شده بودند که در زمانهای خاصی از روز نور خورشید تکه‌های خاصی از دیوار را روشن می‌کرد، طوری که نقش گویی باز می‌شد و پیام‌هایشان آشکار می‌شد. برخی باور دارند که این نظم نور سایه کلیدی برای خواندن رمزهای پنهان بوده است. در روایت آمده که برخی دروازه‌ها و پارتیشن‌ها به دقت طوری ساخته شده بودند که صداها را ضبط کنند یا مسیر حرکت هوا را تغییر دهند. یعنی هر بخش از بنا نقش حفاظتی و رمزی داشته. این فکر که معماری خودش تبدیل به یک نگهبان و پیامرسان شده بوده، برای برخی باور کنندگان نشانه‌ای از آن است که گنجینه‌ای نه فقط مادی، بلکه فرهنگی و معنوی پشت این دیوارها پنهان شده‌اند.
اسناد و کتیبا، گنجی که از جنس دانش بود. برخی باور دارند که گنجینه واقعی کوروش شاید به جای طلا شامل کتیبه‌ها و اسناد مهم بوده است. کتیبه‌هایی که دانشی را ثبت کردند که بعد از گذشت زمان کمتر قابل دسترسی شد. در روایت آمده که این کتیبه‌ها ممکن است حامل قوانین، روش‌های حکومتی یا حتی رازهای مهارتی در ساخت و ساز و هنر بودند که بعدها در تاریخ گم شدند. تصور کنید مجموعه‌ای از لوح‌ها و نوشته‌ها که می‌توانستند پنجره‌ای به ذهن و برنامه‌های یک امپراتوری بزرگ باشند. این هم نوعی گنج فراتر از مادیات است. گنجی که اگر روزی کامل پیدا شود می‌تواند تصویر ما را از تاریخ را بازنویسی کند. برخی باور دارند که همین نوشته‌ها آنچنان مهم بودند که به دقت محافظت شده و در مکان‌های دور از دسترس پنهان شده‌اند. روایت‌های محلی و اشاره به مکان‌های احتمالی. در بین مردم مناطق مختلف ایران روایت‌هایی درباره گوشه‌های خاصی از زمین وجود دارد. مکان‌هایی که همیشه نسیمشان متفاوت است یا سنگی که خون انسان را منعکس نمی‌کند. در روایت آمده که برخی از این مکان‌ها در همسایگی پاسارگاد یا شوش بودند، جاهایی که تاریخ و افسانه در هم تنیده‌اند. برخی باور دارند که گنجی در حوالی کوه‌ها یا در دل تپه‌هایی دفن شدند که تنها به واسطه ترکیبی از شناخت نمادها و مشاهده الگوهای معماری قابل یافتن بودند. اما در عین حال تاکید بر این است که اینها حدس و گمان‌هایی اند که در طول زمان شکل گرفتند. رد پاهایی که تاریخ نگاران، باستانشناسان و علاقه‌مندان تا به امروز درباره‌شان بحث کردند. اما پس چرا اگر چنین ثروت و دانشی بوده امروز نشانی از آن نیست؟ در تاریخ پر از دوران آشوب و غارت بوده است، از جنگ‌ها تا انتقال قدرت، از تغییر زمانه تا فراموشی تدریجی تکنیک‌ها. برخی باور دارند که بخشایی از گنج توسط مهاجمان برده شدند. برخی میگویند که خود اهالی زمانه برای جلوگیری از دستبرد آنها را به مکان‌های دیگر منتقل کردند. در روایت آمده که شاید بخشی از گنج به واقع نابود شده باشد. اما برخی دیگر از باور کنندگان معتقدند که گنج حقیقی هرگز به طور کامل مادی نبوده و چیزی از آن دست کم بخش معنوی یا نوشتاریش هنوز بر جا مانده و منتظر یافتن است. نشانه‌ها و خواندن نشانه‌ها. برخی باور دارند که خواندن نشانه‌ها خود هنری بوده، هنری که استادان خاصی داشتند. در روایت آمده که نشانه‌ها ممکن است در الگوهای تکرار شونده، ستون‌ها، در ترتیب نقش‌ها و در جهتگیری بناها پنهان شده باشند. برای بسیاری همین فکر کافی است تا جلوه‌ای از ماجرا مجسم شود. کسی که قادر به خواندن سنگ است می‌تواند سرگذشت یک گنج را دنبال کند. همانطور که قبلتر گفتم در دیوارهای تخت جمشید تصویر سربازی است که شمشیرش برعکس بقیه است. خیلی رد میشن و نمیبیننش، ولی اونایی که دقت میکنن میفهمن پشتش پیامی پنهانه. همین مثال کوچک نشان میدهد که چگونه یک جزئیات کوچک میتواند دروازه‌ای به یک دنیای پنهان را باز کند. حکایت‌هایی از اکتشافات کوچک. در طول قرن‌ها گاهی خبرهایی هم از کشفیات کوچک به گوش رسیده. ظروفی که در حفاری‌ها پیدا شده، قطعات فلزی که جلای عجیبی داشتند، یا نوشته‌هایی که بخشایی از آنها هنوز قابل خوانا بوده است. در روایت آمده که این یافته‌های خرد مانند تکه‌هایی از پازل‌اند، هر کدام اشاره‌ای کوچک به تصویری بزرگتر. برخی باور دارند که ترکیب این قطعات خرد می‌تواند در نهایت رازهای بزرگتر را فاش کند. اما باید توجه داشت که این بخش‌ها هرگز به معنای آن نیست که یک گنج افسانه‌ای به راحتی در دسترس است. آنچه هست تصویری پراکنده است که هر کشف کوچک سوالات جدیدی را به دنبال دارد. برخی باور کنندگان که گنجینه واقعی کوروش را چیزی فراتر از اشیای مادی می‌دانند، به این اعتقاد دارند که مجموعه‌ای از ایده‌ها، قوانین و مفاهیمی که زیربنای حکومت و تمدن را ساخته بوده است، گنج است. در روایت آمده که اگر روزی این مجموعه کامل پیدا شود یا فهمیده شود، ما به یک فهم تازه از جامعه هنر و قدرت در آن دوران خواهیم رسید.
اینجاست که داستان به نقطه‌ای میرسد که تفاوت بین گنج مادی و معنوی روشن میشود. اولی میتواند پول و سرمایه باشد. دومی میتواند منش و روش و دانش باشد. چیزی که حتی اگر طلای جهان را هم جمع کنند جای آن را نخواهد گرفت. شاید دلیل اصلی که ما هنوز در جستجوی این گنج‌هاییم خود سوال است. کنجکاوی انسان برای کشف آنچه پنهان مانده این است که انسان همیشه دوست داشته بداند پشت پرده‌های تاریخ چه چیزهایی بوده و برخی باور دارند که این میل به کشف نیرویی است که ما را وادار می‌کند تا باز هم حفاری کنیم و بخوانیم و بیاندیشیم. در روایت آمده برخی باور دارند، عده‌ای میگویند و غیره اینها همه تکه‌هایی از پازل بزرگ تاریخند. شاید گنج به طور کامل مادی نبوده. شاید شامل نوشته‌ها، دانش و نمادهایی بوده که هنوز کشف نشده‌اند. یا شاید بخش مادی از آن در طول زمان جابجا یا مخفی شده باشد. هر چه باشد، چیزی که مشخص است این است که نام کوروش و نمادهای هخامنشی همچنان اعلام بخشند و رازهایشان هنوز توانایی مجذوب کردن نسل‌ها را دارد. شاید روزی از دل نقش‌ها و ستون‌ها نوری دیگر تابیده شود و رازها آشکار گردد. یا شاید رازها برای همیشه بخشی از افسانه و هویت ما باقی بماند. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. شما توی کامنت ها بگید که موضوع ویدیو بعدی چی باشه. میخواید سراغ گنجینه‌های دیگر هخامنشی بریم یا به دنبال رازهای یک پادشاه دیگر؟ تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.